ویدیوی وایرال شده که چند تا دختر بچه نمیدونم 10 سالشونه 11 سالشونه دست میزنن شوهر خوبه، شوهر کنیم زندگیمون قشنگ میشه. زندگی رو بهتر کنیم. زندگی رو بهتر کنیم. خیلی با دقت گوش ندادم. نه خودم دارم باشه. این یعنی چی؟ جای دردناک ماجرا این نیست. ببین تحلیل خوب ببین چیه. من این ویدیو رو خودم ندیدم. این ویدیویی که این خانم در مورد این ویدیو ساخته رو دیدم. ببین چقدر قشنگ تحلیل کرده. گفت خب یه چیزی نوشته‌ای دادن دست 4 تا دختر بچه، برید وایسید بگید شوهر خوبه، شوهر خوبه. مثلا بچه‌هایی که ساسی مانکن میخوندن میگفتن وای بچه‌های ما به قعر فسق و فجور رفتن. اینا چیز شبیه اونه دیگه. اگه به اون نقد دارید پس به اینم نقدتون وارده. اینا رو میگه بذار کنار. میگه رفتم وارد اون سایتی شدم که شما میتونی بری توش ثبت نام کنی و بگی که مثلا من کاندیدای ازدواج هستم. سایت آدم و حوا. میگه رفتم تو اون و دیدم دختران 10 ساله 13 ساله 15 ساله که مادرانشون براشون اکانت باز کردن که اینا آمادگی ازدواج دارن از شهرهای مختلف. اونه که ترسناکه. ببین این ویدیوی سازن، این ویدیوی جالبیه. من به این خانم نمیگم موج سوار، این داره یک درد واقعی رو مطرح میکنه، نه به اون که میگه اینا دارن به ما توهین میکنه. اون اشتباه. این خانم توجه منو به سایت آدم و هوا جلب کرد. باید این وظیفه اجتماعی منه که از یک رفتار غلط اجتماعی آگاه بشم و بیام از تریبونی که دارم اعتراضمو بگم. یعنی چی که دختر 10 سال آمادگی ازدواج داره، پروفایل داره، مادرش برای ساختش پروفایل میسازه. این کودک همسری نیست. من تحقیق کردم دیدم سن قانونی ازدواج در کشور ما 13 ساله. و هیچ کدوم از کشورهای همسایه‌ای که اصلا خواستگاه این ایدئولوژی هستن که ما دنبال میکنیم، اونا خود عربستانش هم 16. ما کاسه داغ‌تر از آش مال ما 13 ساله. ازدواج رسمی دختر 13 ساله میتونه به ثبت برسه. حتی زیر اونم میتونه به ثبت برسه اگر دادگاه صلاحیت مغز این بچه رو هیکل و اینا تشخیص بدن که دختر 9 ساله هم میتونه. من یه سوال دارم، اینو مادرها واقعا رفتن مثلا یعنی واقعیه؟ ببین منم بهش فکر کردم، گفتم شاید خودشون برای اینکه بخوان اینو ترویج بدن اینا اکانت ها فیکه، ولی ببین حقیقت چیز دیگه ایه. ما انقدر تو دنیای فانتزی خودمون وایسادیم و به قول سولناز با آدمای شبیه خودمون داریم رفت آمد میکنیم، یه سری واقعیت‌ها رو اصلا نمیتونیم باور کنیم. من نتونستم باور کنم و یه لحظه به خودم اومدم دیدم داداش من اینجا سرباز بود تو قسمت توی قسمت مدارک و اینا کار میکرد، میگفت من نگاه میکنم میبینم طرف اومده سربازی، زنش 9 سالشه تو پروندهش ثبت دیگه. من برادر خودمو که میدونم که چرت و پرت نمیگه که مثلا از یک شهرستانی اومده. یعنی الان داری به این فکر میکنی که آیا اینا واقعی‌ان؟ اینا واقعی. فرزادم مثل من فکر کرد، میگه شاید اینا علکیه، تبلیغ، واقعا هیچ مادری برای دختر 10 سالش. یه وقتی از آدم مثلا میگه که ببین بیا یه کمی مثلا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. خانواده‌ای رو تصور کن که در یک شهرستانی و در یک روستایی یک طرف دیوار خونه‌شون آجره، 3 طرف دیگه مشماست. اوکی؟ راه‌های جلوگیری هم بلد نیستن، حتی نوار بهداشتی منظم بهشون نمیرسه، عفونت‌ها و مریضی‌های مختلف، بابای معلول، مامانی که کار نمیکنه، سواد نداره، فلان، بچه‌ها مدرسه نمیرن، بخوان به یه روستای دیگه برسن که توش مدرسه هست باید از کیلومترها راه عبور کنن، رودخونه توش هست، رودخونه یه پل چوبی، پلش یه دونه درخت چوبیه که هر لحظه ممکنه، امروز ممکنه دیگه بشکنن، دیگه امروز ممکنه. بچه 9 ساله هم داره، بذار بره شوهر کنه. خب دیگه میخوام بگم نه من اینم هست، ولی همینجوری که خودم قضیه رو دردناک کردم، همش هم همین نیست. من با چشم دیدم کسانی رو که اصلا مشکل مالی نداشتن، نه که ثروتمند بودن، نه مشکل مالی نداشتن. چیزی نبود که بگی به خاطر خورد و خوراک بچه رو مونده بودن پس شوهرشون دادن. بحث ایدئولوژی، بحث اعتقادی بود کاملا. بعد میگفتش که من دخترامو میشناسم، دخترای من از 8 9 سالگی کاملا میفهمن. چیو میفهمن؟ سکسو میفهمن. قربونت برم. همین کافیه؟ اونی که تا 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی ازدواج نکرد هنوز سکس نمیدونه؟ وای خدای من. همین کافیه. میخوام بگم یعنی اینا هم هستن دیگه. اینا مثلا میگن آقا جان ممکنه در روستای ما گرگ بیاد دختر منو بخوره.
حالا بره با یه جوون 18 ساله شاید ازدواج کنه، شاید خوشبخت شدن، شاید آره عروسک اون بازی دسترسی کردن. به سایت آدم و هوا نداره، نه، پروفایل شاید بخواد بسپره باز به کنه. یکی، میگم اون شاید از این نوع نیست. آره اون هست، اون یک درد اجتماعی از روی اجبار من فکر می‌کنم بقاست. بوی اجبار بیاد از اینا. بوی اجبار بقا خیلی. از اینایی که می‌دونی تو تعریف چرا؟ کردی میاد، ولی از این آره. سایت آدم و هوا بوی بقا نمیاد. آها چرا؟ بوی زیاد شدن میاد. زود شوهر کنن تشریف زیاد زیاد شن، شبیه ما زیاد شه. بوی این میاد. اینم آره میاد. بوی آره، این اینم میاد. میاد. ببین این که اصولیه که بر اساس کاهش شرایط اقتصادی یا همچین اتفاقی بیفته که شرایطش رو تو گفتی، ولی من فکر می‌کنم که اینجا از جامعه مرد سالاری هم یه نگاهی بکنیم. اینجا که بچه دختر میشه برای تو دارایی، میشه برای تو آبرو، میفهمی؟ همیشه همین نیستش که با این بهانه برای تامین امنیت بیشتر بره. نگاه بردگیه برای اون کسی که تصمیم میگیره با یه کودک ازدواج کنه. چرا داریم فرار میکنیم؟ حالا اگه خودش 9 خیلی سال. کوچولو باشه، پسر 16 سالش باشه چی؟ بازم کودک هم بازم سنیه دیگه. بردش میشه. بازم مثلا 3 سال از خودش کوچیک‌تره دیگه بچه. اونجا تفکر بردگی پدر پسر پدر است به شوهر؟ نظرم. آره یعنی چطور ببین سیمون دوبار تو یکی از کتاباش خیلی قشنگ میگه وقتی که کودک همسری اتفاق میفته اینطوریه که ما مانع میشیم که اون شخص فرد بشه. میفهمی؟ یعنی قضیه خیلی بزرگ، اصلا به فکر این رشدش و خیلی چیزای دیگه نیست، فقط به خاطر اینکه بره. یعنی این نگاه از نگاه مرد سالاری این که واقعیت خب خیلی توی خانواده‌های سنتی تر یا از نظر اقتصادی ضعیف‌تر خب خیلی اینا می‌بینیم که زندگی معنیش این میشه که من که ازدواج کردم 2 تا 3 تا 4 تا بچه بیارم، اگر دختر دارم پسرم داشته باشم که جفت جنسم جور شه، اگه پسر دارم دختر داشته باشم که جنسم جور شه. یعنی و این شرایط، حالا من به این شرایط رسیدم 20 سالمه، 25 سالمه، 3 تا بچه دارم، 4 تا بچه دارم. حالا دیگه مثلا بچهای من شدن 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، تا قبل از اینکه 18 سالشون بشه من ازدواجشون رو قطعی کنم. حالا 13 سالشه، 14 سالشه، ولی ماشاءالله درشته، نگاش میکنی انگار 18 سالشه، سینه هاش درشته، قدش بلنده، 7 سالش بود، 8 سالش بوده پریود شده. یعنی این دلایل فقط جنسه، فقط یعنی این لوبیا پلوی ما پخته شده، این الان پخته شده بره که اونم ازدواج کنه و ما این خانواده رو میدونی میخوام بگم تکلیفش در این زندگی اینه، اون خانم یا اون آقا، من زود ازدواج کنم، بچه دارشم، بچه‌مو بزرگ کنم، بچه‌م ازدواج کنه، بچه دارشه، دیگه از اونجای بعدش حالا به من خیلی مرتبط نمیشه چه اتفاقاتی میفته. خب وقتی با این فرهنگ داره میره جلو، از یه طرف مثلا دوباره یه سری خانواده‌های دیگه هستن که میگه من بچه‌مو میشناسم، این به عمه‌هاش رفته، اینو من اگر 13 14 سالگی ندم بره 15 16 سالگی شکمش میاد بالا، یعنی میره بیرون با دوست سخر فلان میچخه، حامله میشه میاد خونه. ترس از این که دخترم خراب نشه، گند زده نشه، کپک نزنه، زود بخوریمش، زود بخوریم این پنیره گندیده نشه. یه دلیلم این میتونه باشه. میخوام بهت بگم دلایل مختلفی هست برای این نادونی. اصلا نمیپذیرم که این نادونی باشه. میگن تو نه من میگم در جامعه الان ما، یعنی میگه دانا تمام این گزینه‌هایی که میگی مال قاجاری، نه 2 نسل قبل ما، 2 نسل قبل ما، زمان مامان ما. من الان نمیپذیرم کسی دخترش مثلا از دختر 13 سالش رو به این دلیل شوهر بده که بگه من 13 سالگی شوهرش میدم که 15 سالگی شکمش نیاد بالا. نه این مدرن تر از اونیه که به خاطر ایدئولوژی داره میده، این جدیدتران عزیز من جزیره درست کردی رو خودت با اونا میری. یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که دختر 13 ساله داره مثلا نهایتا دهه 50 خب یه دهه 50 نمیتونم فکر کنم که اینجوری فکر کنم، به خدا نمیتونم، اصلا نمیتونم. چقدر برم کجا رو برم بگردم تو مغزم پیدا کنم یا حرف بزنم، نمیتونم بگردم پیداش کنم. من فقط میتونم سیاسی اینو بررسی کنم که بگم چون سرباز کم شده، اینایی که اونوری دارن کار میکنن تولید مثل میخوان. ببین لذت بخش اینجوری گفتم، به خدا نمیتونم میگی لذت بخشه که من بگم که فقط مسئله سیاسیه، ولی واقعیت اینه که مونا فقط مسئله سیاسی نیست. دخترش میره مدرسه، همکلاسیاش دوست پسر دارن، میبینه که اینم میخواد دوست پسر بگیره، پس یا ابرفضل این که بره دوست پسر بگیره، من که نمیتونم برم باش راجع به مسائل جلوگیری و این حرف بزنم، پس زود شوهرش بدم که آبرومون نره، چون اگه این کارو بکنه باباش هم منو میکشه هم اینو میکشه. این که خیلی مدرن تر از اونایی ان که میخوان بر اساس ایدئولوژی بگن تا 9 سالگی باید ازدواج کنن، از 9 سالگی باید ازدواج کنن طبق دینمون، طبق اعتقادمون یا هر چی. اینا یه مدل دیگه، اینا اصلا ربطی به دین نداره.
و اینا تازه جدیدترهان. همه شهرها رو در نظر بگیر، تمام آدمایی که با همه امکانات مختلف دارن زندگی میکنن رو در نظر بگیر. و حتی تمام دنیا، فقط داخل ایران نیست، شاید خیلی تو آفریقا این اتفاق بیفته. من اینو باز فقر هم میتونم در نظر، میگی جای دیگه فکر کن، میگم خب از زاویه دید فقر بهش نگاه میکنم، کاملا درکش میکنم از زاویه دید فقر. ولی مثلا مادری که بچهش داره میفرسته دبیرستان، کانسپت دوست پسر یه چیزیه که هست و این بخواد دختر 13 سالشه شوهر بده، نمیتونم باور کنم. به خدا نمیتونم باور کنم. فقط میگم زیر سلطه ایدئولوژی هم. آخه الان تو داری حرفی که میزنی تو تمام استان‌ها این اتفاق ازدواج زیر سن قانونی داره اتفاق میفته. میخوام بهت بگم فقط مثلا یه شهر خاص نیست. مشمول قانون فقرن اونا. میگم شاید همشون از روی فقر مالی مجبور شدن دخترشون شوهر بدن. یعنی نه فرهنگ هیچ استرس دخالتی اجتماعی. نداره؟ نه از استرس اجتماعی. بس فرهنگیه. خب اوکی. من نمیگم که به وفور بینشون دیده میشه کسانی که ثروت بسیار زیادی دارن و با دختراشون این کارو میکنن. یه انماید منصف باشیم. حالا من نمیدونم یه فرهنگ هست بین ما متاسفانه که فقیر با خوبتره، پولدار منفورتره. یعنی دیگه تو هر زمینه اون فریبا نادری رو اونجوری زدیم، اون سید علی و لادن رو اونجوری زدیم، هر که بوی پول بیاد باید دشمنشیم. ولی واقعیت وقتی که آدم‌های مقداری ثروتشون بیشتر بشه، نیازهای اولیه‌شون مثل خونه و خواب و خوراک و اینا تامین بشه، میتونن با پولشون به چیزهای دیگه‌ای بپردازن، فرصت برای اندیشیدن پیدا میکنن، پس میتونن رشد کنن، پس میتونن پیشرفت کنن. پس بنابراین توی خانواده‌ای که این مقدار دستشون به دهنشون برسه میتونیم بگیم این اتفاق کمتره. ولی خیلی هستن آدمایی که مقاومت میکنن، یاد گرفتن دوست ندارن. من همینم. خیلی آدم داریم اصلا به ثروتش نداره، حتی بعضی وقتا ربط به تحصیلاتش نداره. یعنی کتاب‌هایی که خونده، مدرکی رو گرفته، رو شعور و منطقش خیلی تاثیر نذاشته، این که فراوون دیده میشه. میخوام بگم همش از ثروت، یکی این که همش از فقر نیست ولی تو فقیرها بیشتره، همش از ایدئولوژی نیست ولی تو کسایی که به ایدئولوژی هاشون خیلی پایبندن بیشتره. همش از فقر فرهنگی نیست ولی کسایی که فقر فرهنگی دارن، نه ثروت داره، طرف ثروت هم داره، نه خیلی ایدئولوژی، نه خیلی آدم مؤمنیه. ولی این خیلی این دسته سومه رو اصلا این دسته سومه اینا رو دیگه من میتونم با لود رد کننده است، چون که تو امکانات کوچکی داشتی که بتونی تغییراتی تو فکرت ایجاد بکنی ولی نکردی. و این سایت جنسش از این سومه، درسته؟ من فکر میکنم این سایت چون تبلیغاتش مقداری دولتی طوریه، بیشتر ایدئولوژیه. بیشتر کسایی هستن که به ایدئولوژیشون اعتقاد دارن و 9 سالگی به بعد باید تازه معترضن به قانون که چه بکردیدش 13 سال به چه حقی. آره دیگه قانون اساسی ما اینه که حق نداشتید این کارو کنید. چقدر تازه مبارزه شد که مثلا این بشه 15 سال قبول نکردن، نشد. همین فکر میکنم 9 بود و همین چند سال پیش شد 13. بعد یه خانومی یکی از این قانونگذارا رو روبروی خودش قرار میده و ازش سوال میکنه که شما رأی دادید؟ بله. و اینا به رأی گذاشته میشه دیگه، بر رأی بیاری تو مجلس. میگه بله من رأی دادم. میگه دختر 13 سالته شوهر میدی؟ میگه چرا شخصیش میکنی؟ ای وای، ببین اینجوری در میره از نظرش. چرا شخصیش میکنی؟ مگه هر شخصی داره زیر 13 سال یک شخص داره ازدواج میکنه. تو شخص رأی دادی، شخص داره امضا. تو یه شخص رأی دادی برای دختر خودت نمیپسندی؟ اصلا میگی دختر خودم حالا حالش خراب شد. بیاین اینجوری فکر کنیم که این خانواده ها، یه دونه از این خانواده ها، 2 تا از این خانواده ها شاید مخاطب برنامه ما باشن. ما داریم با یه جنس تحقیر و توهین باهاشون حرف میزنیم. حقشه. داریم بهشون میگیم حقشه. که تو که نادونی، تو که بدبختی، نادونه بدبخته نمیفهمه. اینجوری. حالا من میگم به کار مفیدتر کنیم. چه کار میتونم بکنم که به این مخاطبم بگم اگه لب مرز 2 بشکه این هستی که فردا بله برون دختر 12 سالته و میخوای این کارو انجام بدی و چه کار کنم که نکنه؟ چه کار بلدید بکنید که این کارو نکنه؟ اگه جزو دسته سومه، اگه از فقره هیچ کاری نمیتونه بکنه، همش شعاره. 9 سالشه 12 سالشه ول کن که پدر مادرش تو کدوم دستن. ندارم میگم اگه فقیرن از روی بدبختی شام شب نداره کاری نمیتونی براش بکنی. حالا بیایی براش روزه بخون، پول نداره. الان در راستای حرف خودت بگم که تایید حرف قبلی خودم هم هست که ببین طرف میگه بچه من بره کجا، بره سر کوچه گدایی کنه، خب بگیرن تجاوز کنن بهش چی؟ خب بذار شوهرش بهش تجاوز کنه. خب منم همینو میگم، شوهرش بهش تجاوز کنه. حداقل یک نفر این کارو داره، اونو من کاری ندارم. ما برای اون کاری نمیتونیم بکنیم. از کسی که از روی فقر داره بچه‌ش شوهر میده ما براش کاری نمیتونیم بکنیم. ولی کسی که از فقر فرهنگی داره شوهر میده، چرا من میتونم بهت تلنگر بزنم. کسی که فقر فرهنگی داره و معتقده که من دخترای خودم رو میشناسم
من دختر خودم رو میشناسم. این دختر من از 8-9 سالگی همه چی میفهمید. یا اینکه این به فلانی و فلانی رفته، اینا تو خونشونه، اینا به این میره تو خیابون که دوست میشه شکمش میاد بالا. یا اینکه من باید قبل از اینکه وارد دبیرستان شه یا قبل از اینکه وارد دانشگاه شه، قبل از اینکه 18 سالش بشه وارد دانشگاه شه، من باید سر اینو شوهر بدم که این به عنوان یک متأهل بره دانشگاه، چون اونجا فضا قاطیه. ببین این جمعیت اینا خیلی زیاده. شما از عدد 13 میترسید ولی نمیدونید چه قیامتی تو عدد 16. هر دو تاشم هنوز زیر سن قانونیه. یه دقیقه اصلا عدد میخوام بهت بگم که تو عدد 16 قیامته. قبل از اینکه 17 تموم شه شوهرش بدیم که دیگه اونجا نمیشه جلوشو گرفت، چون اگر 17 ساله بشه و بره دانشگاه با چند تا پسر همکلاسیشه اوضاع دیگه تحت کنترل ما نخواهد بود، یا باید یه خوابگاهی دانشگاهی فلانی قبول شه. پس اینجا ببین قبل از دانشگاه عقد پسرموش بشه. کودک همسری هم که همیشه غریبه نیستن و یارو معتاد 20 سال بزرگتر از اینو تریاک میکشه و این دختر 9 ساله هر شب بهش تجاوز میکنه. اینجوری نیست. یه دخترام پسرامو عقد پسرامو دخترامو در اصلا بچه‌ها من پسرمو ندارم راستی. آره یه بار دیگه هم گفته چقدر این مسئله رو مخت هیچ وقت نگفتی. آخه عقد رو پسرمو تو واسه من صدقه پسرمو پسر دایی مثلا پسر همه رو دارم. همه رو داری، این یکی رو نداری ناراحته. آره البته با جمعیت. من برگردم به صحبت تو که خیلی دوست دارم اونجا رو هی ادامه بدیم، نظر بدیم که پیشنهاد بدیم که چه. من فکر می‌کنم که اتفاقی که داره میفته سلطه سنت به خانواده است. چطوری؟ یعنی اون مادر یه لحظه فکر کنه، نکنه خود اون مادر هم کودک همسر بوده. یه لحظه برگرده به اتفاقهایی که به خودش افتاده. یه ذره بره جلوتر به خود اون دخترش فکر کنه که اصلا میتونه رشد پیدا کنه، میتونه کاری بکنه. بچه‌ها من خانومی رو میشناسم همسن خودم که نوه داره.